سلام به همه دوستان عزیزان گل که کانال من هستن. ببخشید بچه ها، من چون ترک هستم فارسیم زیاد خوب نیست، ببخشید. من خودم یه معرفی کنم بعد بگم میخوام چه کلیپ هایی بزنم. من اسمم علی اکبره، اصلیتم خراسان شمالی بوجنورد، ساکن مشهد هستم. در حال حاضر عربم کار میکنم. هر کی میشنوه عراق کار میکنی میگه من بس ماشاءالله وضعت خوبه، خوب پول در میاری. پول در آوردنش که پولش خوبه خدایش، ولی سختی خیلی داره. یکی از سختیاش گرماش یعنی خیلی اذیت میکنه آدمو. که ما که جامون مثلا آب و هوامون تو کشور خودمون جام خوبه، خراسان شمالی مشهد اینا خوبه باباش، ما خیلی اذیت میشیم. واسه من این کانال رو زدم با امید به خدا انشالله از این کار گچکاریمون که اینجا کار میکنیم، از شهراش، از حرماش، از اومدن و رفتنامون، چه مشکلاتی هست، چه چیزاش خوبه چه چیزاش بده، از این میخوام بلاک و کلیپ درست کنم و بذارم. بچه ها انشالله حمایت کنین. شما این یوتیوب ما هم کارگریه، بیاد بالا. انشالله روز خوبی داشته باشین، جیبتون پر پول باشه، هیچ موقع دست بالتون کم پول نشین. ممنون که کانال ما اومدین، خیلی تشکر میکنم. جای همدیگه انشالله تو این کانال بهمون خوش بگذره. با امید دیدار مجدد،